یک روز ملا نصرالدین که در میان مردم کوچه و بازار به دانایی و علم شهره بود، وارد مسجد شد. مردم که جمع شده بودند از او خواستند تا بر منبر رود و ایشان را موعظه کند. ملا نصرالدین که آن روز رغبتی به نصیحت کردن نراشت، بهانه آورد، اما اصرار مردم کارساز شد. از این رو ملا با اکراه بر منبر رفت و پس از اندکی سکوت رو به جمعیت کرد و پرسید: مردم میدانید یا نمیدانید؟ لحظاتی سکوت برقرار شد. سپس عده‌ای گفتند میدانیم و گروهی دیگر پاسخ دادند نمیدانیم. ملا نصرالدین که حوصله سخنرانی نداشت گفت: خب آنها که میدانند به آنها که نمیدانند بگویند، و بدین ترتیب از منبر پایین آمد و مسجد را ترک کرد.